چگونه در عرض 5 دقیقه سردردمان را بهبود بخشیم؟ با سلام و درود به شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی. با یه برنامه دیگه با شما هستیم. یکی از رایج‌ترین دردهایی که میتواند بسیار آزاردهنده باشد سردرد است که خوشبختانه راهکارهای علمی زیادی هم برای درمان آن به وجود آمده است. یکی از روش‌هایی که شکلی از طب سوزنی و بازتاب شناسی نیز تلقی می شود آکیوپرس نام دارد که نوعی ماساژ مخصوص برای برطرف کردن سردرد به شمار می رود. در ادامه برنامه طریقه این ماساژ را برایتان آموزش می دهیم. با ما باشین. در نخست چگونگی انجام این نوع ماساژ. ابتدا در وضعیت راحتی قرار گرفته و ریلکس و آرام باشید. این ماساژ به طور متوسط بین 30 ثانیه تا 1 دقیقه وقت شما را خواهد گرفت. عمدتاً نیز با فشارهای آرام و ماساژهای دورانی انجام می شود و در حدود 5 تا 10 دقیقه بعد از انجام آن سردرد بهبود می یابد. 6 ناحیه مختلف برای بهبود سردرد. ناحیه چشم سوم که از آن به نام یین تانگ یاد می شود و در فاصله بین 2 ابرو و در امتداد تیغه بینی و روی پیشانی وجود دارد. فشار ملایم و ماساژ در این ناحیه برای از بین بردگی خستگی چشم نیز کارآمد دارد. مناطق بعدی در فاصله بین لبه ابروها قرار دارد که در شکل مقابل نشان داده شدند. ماساژ در این ناحیه نیز میتواند در کاهش ریزش آب بینی کمک کرده و به بهبود دید نیز بیانجامد. این ناحیه را به مدت 1 دقیقه ماساژ یا با حرکات دورانی فشار دهید. این 2 منطقه در اطراف بینی و در امتداد فاصله چشمها قرار گرفتند. برای پیدا کردن آن می توانید فرو رفتگی استخوان گونه خود را لمس کنید و در بخش زیرین آن منطقه مورد نظر را بیابید. فشار و ماساژ در این ناحیه می تواند به باز شدن سینوس ها کمک کند. در کاهش سردرد، دندان درد و برطرف کردن استرس نیز مؤثر است. درست در پشت و در قسمت وسط سر و فاصله میان 2 گوش که ستون فقرات نیز از همانجا آغاز می شود می توانید این ناحیه را همانطور که در شکل نشان داده شده بیابید. ماساژ دادن این نقاط می تواند باعث برطرف شدن گرفتگی بینی، درد در مناطق چون گوش و چشم، سردردهای شدید و میگرن شود. منطقه‌ای به نام شوایگو که در 2 تا 3 سانتیمتری محل رویش موها و در نزدیکی شقیقه قرار دارد. با فشردن این ناحیه می توانید از درد در همان ناحیه و نیز از خستگی چشمها بکاهید. همانطور که ملاحظه می کنید این ناحیه در فاصله بین انگشت شست و انگشت نشانه قرار دارد. ایجاد فشار در این ناحیه می تواند برای بهبود درد کمر، دندان و فشردگی در ناحیه گردن مفید باشد. امیدواریم که مطالب این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. از اینکه تا پایان با ما بودین و ما را همراهی کردین خیلی ممنون. منتظر نظراتون هستیم تا یه برنامه دیگه. خدا نگهدارتون.